توجیکستان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش و فوتبال سلسله فستیوال‌های فوتبالبازان نورس را در مناطق کشور تا آغاز بازی‌های چمپیونات جهان روسیه 2018 برگزار نموده ایستاده است. چنین تنتنه فوتبال باز در ناحیه تاجیک‌آباد راه اندازی گردید که در آن دستپروران مکاتب ورزشی ناحیه‌های رشت، سنگوار، لخش، نورآباد و شهر روغون اشتراک نمودند. یکی از هدف‌های اساسی فستیوال رسانیدن کمک به دستپروران مکاتب ورزشی میباشد. از این خاطر در ابتدا به مربیان مکتب‌های ورزشی توپ‌ها تقدیم کرده شد. امروز در ناحیه تاجیک‌آباد با شرافت صاحب استقلالی و غمخوری‌های پدرانه اساسگزار صلح و وحدت ملی و فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال و شرکت کوکاکولا چهاربینی برگزار گردانده شد که در این چهاربینی از جانب این فدراسیون فوتبال با گروه‌های مکتب ورزشی و منطقه رش توپ‌ها و مکافات‌ها تقدیم کرده شده است. مفهوم ورزش انعکاس سریوقتی بازی‌های چمپیونات جهان توسط تلویزیون‌های ورزش و فوتبال با صفت دقیقیتش بلند یکی از هدف‌های نهایی فستیوال در مناطق مملکت به حساب می‌رود که در این سمت از جانب متخصصان برای دسترسی موج و دیگر پهلوهای مبرم تکنیکی کارهای فهمانده‌دهی نیز انجام داده شد. فستیوال را با سبقت‌های جالب و شوق‌آور اشتراکیان با سوال و جواب‌های وابسته به موضوع فوتبال شهامت دیگر بخشید. امروز از طرف رهبریت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، از طرف مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش، تلویزیون فوتبال راه اندازی گردید در منطقه رشت. یک اقدام خیلی ضرور و سریع می باشد، چون که با واسطه من هم این خیلی فستیوال ها، با واسطه من هم خیلی چهاربینی ها در بین نورسان و کودکان منطقه رشت ما می توانیم چهره های نو را پیدا کنیم و چهاربینی که امروز دایر گشت در ناحیه تاجیک‌آباد برای رشد معنوی کودکان، برای تربیت نمودن نسل نورس در روحیه وطندوستی، خویشتن‌شناسی خیلی ضرور است. همه اشتراکیان با یک خوشنودی و قناعتمندی به متصدیان این چهاربینی عمومی سالمگردانی فراغت ورزشی عرض سپاس و منتپذیری نمودند. این تدبیر است که